سرو با میوه‌های کاج و برگ‌های سوزنی شکل و شاخه‌های که هر طرف تنیده شده. بله. میوه کاج رو اینجا میتونید ببینید، برگ‌های سوزنی شکل و در واقع شاخه‌ها. اما فضای پشتتون حیاط بوده. تصور بکنید این حیاط چون روی بنا و سنگ احداث شده بود، نمیشد روی سنگ باغچه و در واقع گل و بلبل و بوستان داشته باشیم. اما تصور بکنید در زمان باستان تمام این فضا با گلدون‌های بزرگ و با شکوه، با درختان سرو زینتی، با گل و در واقع پرندگان زینتی که آواز می‌خواندن، یک فضای خیلی سرسبز و در واقع بهاری رو اینجا بخشیده بودن. و در عید نوروز این فضای دلنشین و سرسبز از میان درخت‌ها و گل‌ها و درختان سرو مسیر بود که مهمان‌ها قرار عبور بکنن و خودشون به شاه برسونن. و این مسیر رو قرار ما عبور بکنیم. قبل از این می‌خوام باز هم میخواهی رو ببینید که سنگ‌ها رو با این میخا و بقای از سربی که هنوز باقی مونده رو میتونید ببینید. اما این تصویر رو شما 24 بار ببینید. شیری که برگاف پیروز است. جالبه که بدونید چرا تصویر 24 بار تکرار شده. 24 بار یعنی 24 عددی هست که 24 بار زمین به دور خودش میچرخه و میشه یک ساعت یک شبانه روز. و این حرکت فرضی زمین به دور خودش رو هخامنشیان میدونستن، صور فلکی رو میدونستن، احجام فلکی رو میشناختن. اما هم شیر و هم گاو هر دوشون جزء صور فلکی بودن. توی صور فلکی و احجام فلکی شیر نشانه برج اسد و فصل بهار تابستونه، گاو نشانه برج ثور و فصل زمستون. این تصویر خشونت نیست. توی طبیعت معمولا ماده شیر است که شکار میکنه، نه شیر نر یالدار. و معمولا سلطان جنگل شکار از زیر گلوی حیوان میگیره، نه از پشت سر. پنجای شیر توی گوشت حیوان فرو نرفته. مشخصه در واقع این تصویر نمادین است، اما نماد آمدن بهار و رفتن زمستون. شیری که نوید بهار هست میاد، گاوی رو که نشانه زمستون هست رو به سمت جلو سوق میده و حالش میده. زمستون باید بره تا بهار بیاد. آمدن بهار و گل‌هایی که از غنچه باز شدن و شما می‌بینید که بهار شده و نوروز آغاز شده و قراره که با هم دیگه ببینیم مهمان‌های ویژه‌ای که قرار شاه رو ببینن و ملاقات بکنن.